یو گایز رفقا، چطورین؟ خوش اومدین به کانال ZR6. امروز اومدم با یه ویدیو خیلی خفن. مطمئنا اتفاقات اخیر ایران رو دارین تماشا میکنین که جنگ شده، اسرائیل ایران میزنه، ایران اسرائیل میزنه. اینجا حالا یه تسلیت هم به مردم ایران میدیم و به خاطر اینکه حالا جنگ شدهش قراره فکر کنم اینترنت ها رو ملی کنم و حالا فیلد شکنان نصفشون کلا کار نمیکنه. به خاطر این دو تا فیلد شکن خیلی خفن آوردم براتون که قراره براتون تستش کنم. بی نهایت پرسرعت و رایگان هستش که خودم براتون تستش میکنم. داخل یوتیوب و اینستاگرام هم میرم و شما اگه خوشتون اومد میتونید وارد چنل تلگرام هم بشین و از اونجا این دو تا فیلد شکن رو دانلود کنین. و راستی آخرین گزینه که آخرین برنامه که میخوام بهتون معرفی کنم یه دونه مکانیاب آفلاینه که حالا یه موقع خدای نکرده جنگ اگه ادامه پیدا کردش، حالا کم کم اینترنت هم قطع میشه. به خاطر همین میتونین مپ ایران رو به صورت آفلاین داشته باشین. حالا هر کجا خواستین برین میتونین مپ همراه خودتون داشته باشین دیگه، مثل گوگل مپ اما آفلاینه. پس حتما تا آخر این ویدیو همراه ما باشین. بدون معطلی بزن بریم سراغ ویدیو. فقط راستی حتما این ویدیو رو لایک کنین، کانال من رو سابسکرایب کنین، زنگوله روی آل بزنین تا از بعد هر ویدیو که من گذاشتم یوتیوب برای شما نوتیفیکیشن بفرسته و اولین نفر باشین که اون ویدیو رو تماشا میکنین. برای رفیقاتون یا خانواده‌تون حتما این ویدیو رو بفرستین تا اونا از این ویدیو باخبر بشن. و هر سوالی که در مورد این ویدیو داشتین حتما به من کامنت بذارین، من سعی میکنم به تمام کامنتاتون جواب بدم. دیگه چیز خاصی دیگه باقی نمیمونه، بزن بریم سراغ ویدیو. Let's fucking go. خب رفقا، این اولین فیلد شکن هستش که واردش میشیم. خود برنامه‌شو داخل کانال تلگرامم براتون میذارم و از اونجا میتونید به صورت رایگان دانلود کنید. خب اینجا اول روی گزینه ریفرش کلیک میکنید، سعی کنید به سرور هلند وصلین، حالا هر سروری که بهتون پینگ پایین دادش. اینم برای یوتیوب که دارم تستش میکنم، داخل اینستاگرام براتون تستش میکنم. حالا سرعت ویدیو رو در ادامه زیادتر میکنم تا شما دیگه خودتون ببینید، تماشا کنید دیگه. اگه دوست داشتین میتونید از کانال تلگرام من دانلود کنید. از اینجا ویدیو دیگه صحبت نمیکنم که شما خودتون تماشا کنید سرعت این فیلد شکن. خب رفقا، این هم از نمای دومین فیلد شکن هستش که واردش میشیم. اینجا رو گزینه F اگه کلیک کنین این گزینه ها براتون غیر فعال شده. شما تنها کاری که میکنین روی گزینه اولی کلیک میکنین و فعالش میکنین، روی آتو هم کلیک میکنین و گزینه سیو رو کلیک میزنین. کلیک میکنین تا گزینه F براتون رنگ آبی روشن بشه. بعد اینجا برای اینکه سرورها رو بخواد بالا بیاره روی get config کلیک میکنین، ثبت میکنین تا تمام سرورها رو براتون بالا بیاره. کافی یک ذره فقط ثبت کنین. بعد اینکه سرورها رو براتون بالا آوردش روی گزینه تست کلیک میکنیم تا برامون تست کنه ببینید کدوم پینگ بالایی میده یا پینگ پایینی رو میده. بعد اینکه تست تمام شد روی گزینه سبزه کلیک میکنیم تا مرتب سازی کنه و روی یک کدوم از این سرورها کلیک میکنیم و روی گزینه M پایین عکسش وجود داره، روی این گزینه کلیک میکنیم سبز میشه و به همین سادگی میتونیم وارد یوتیوب و اینستاگرام و تلگرام و هر سایت دیگه بشین و به صورت ساده از سرور خفنش استفاده کنید. خیلی هم رایگانه هم دیگه پرسرعت، دیگه چی از این بهتر میخواین. اینجا هم صحبت نمی کنم و شما این فیلد شکن تماشا کنید دیگه چقدر پرسرعت دیگه. The Mariona, it came like the thunder. I was on my way to going under. Swimming in the bay, I was covered in a tidal wave, But I'm a fighter. Try to take me down, I'm going higher. Baby, you've been playing with some fire. You've been playing with fire. One day you will see. خب رفقا، حالا با فیلد شکن وارد این برنامه میشیم که داخل چنل تلگرام براتون میذارم. یه مکانیاب آفلاینه که حالا خدای نکرده یه موقع جنگ شدهش میتونید از این مکانیاب استفاده کنید. اینجا رو گزینه ایران کلیک میکنیم و حالا 260 مگابایت بعد دانلود کنیم. بعد اینکه دانلود کردیم
راحت میتونیم مکانا رو حالا نشونه گذاری کنیم و حالا بخوای گوشی داشته باشیم به صورت آفلاین داریم حرکت میکنیم به ما نشون میده کجا هستیم. خب مثلا من الان شمال هستم، از فاصله مثلا اون منطقه که من هستم تا کوهستان 8 کیلومتر دیگه. به همین سادگی میتونید مکانا رو پیدا کنین و دیگه گم هم نمیشین دیگه، مثل مکان یابه ولی به صورت آفلاین. خب رفقا اینم از این ویدیو خفن ما بود. حتما این ویدیو رو برای رفیقاتون بفرستین و اونا هم از این فیلد شکن و مکان یابی که معرفی کردم با خبر بشن. تمام اینا رو میتونید از کانال تلگرام من دانلود کنین که لینکش رو دیسکریپشن براتون میذارم. و برای حمایت کردن از منم این ویدیو رو حتما لایک کنین، کانال من سابسکرایب کنین، زنگوله روی آل بزنین تا از بعد هر ویدیویی که من گذاشتم یوتیوب برای شما نوتیفیکیشن بفرسته و اولین نفری باشین که اون ویدیو رو تماشا میکنین. و هر سوالی که در مورد این ویدیو داشتین حتما من کامنت بذارین، من سعی میکنم به تمام کامنتاتون جواب بدم. دیگه چیز خاصی دیگه باقی نمیمونه. اگه به ویدیو هوش مصنوعی هم علاقه دارین، پلیلیستش این بالا سمت چپ یا راست براتون میذارم، میتونین بریم به سادگی تمام ویدیویی که در مورد هوش مصنوعی ساختم رو تماشا کنین. راستی چنل دوم ما که چنل گیمینگ هم هستشو برین اونور ساب کنین که قرار ویدیو خفنی بذاریم انشالله بعد این اتفاقاتی که داره میفته، چون فعلا فری فایر حالا وضعش خرابه. فیل شکن هم بهتون معرفی میکنم برای فری فایر که حالا پینگ 100 یا 200 هم بهتون میده، بازم خوبه. کم کم بهتون معرفی میکنم دیگه. پس منتظر ویدیو خفن تر باشین و تا ویدیو بعدی شما به خدای بزرگوار میسپارم و پیس اوت. Got a monster inside of me, you better watch out. If you ignite me, the road ahead of full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen. I feed him every day like the bones clean. I feed him all the hate and he grows me, and he gets claws real big, pissed off quick. And if you cross him, you might drop dead. Metaphorically, of course, settling the score, never getting bored, loves the blood and gore, always wanting more, feeding from the source. They don't really understand until they feel the force.